احزاب یک جویا میشوند و با یک کنفرانس میگذارونن. رئیس هم کنفرانس نشو میگیم یا شورا میگذارونن، رئیس شوراش ابلیس میشود و یک جویا به همین چیز اتفاق میکنن همه کسا، همین اتحادیه که ما پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی محمد صلی الله علیه و سلم پیامبرش اعتراف نداشتن، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم با پررگی یعنی جسمان از بین میبره. ولی خواست الله متعال دیگر بود. الله تعالی از بالای 7 طبق آسمان جبریل امین علیه السلام رو به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاد و خبرش کرد، آگاهش کرد که بخی ای محمد صلی الله علیه و سلم و به مدینه به طرف مدینه هجرت کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه صدیق یاری غار ابوبکر از مکه بر اومدن. اصلا طرف مدینه او طرف برادر جای خوبه است. اینا ما در مکه بگیم اینا جایش معلوم است ساعت اونجا مکه جایی که خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم مدینه بودیم. مکه او طرفه، نه که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ابوبکر این طرف اومدن، این طرف بگیم اومدن. آخه مدینه بگیم اون طرف، مکه بگیم مدینه اون طرف، اینا کعبه مدینه اون طرف با هم میرفتن، نه که باید این طرف اومدن. نه به هر حال مشرکا با هم خدونه بودن که میفهمیدن، برای همین که در همه جا مدام بودن که بکوان پیامبر صلی الله علیه و سلم، کسی که اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم جسمان ای بین ببره جایزه های کلان برای وعده داده بودن. برای همین همه محمد صلی الله علیه و سلم میگه. محمد صلی الله علیه و سلم در درون نامی غار بود، نامی غار خلق و مشرکا تا این نامیجا را اومدن، حتی با بالای نامی سنگ بر اومدن. اینا میگه در خود بسیاری ها بگیم با بالا اینجا بر اومدن و ابوبکر صدیق یا قصه را نقل میکنه از همین غار بودنشون که میگه اگر حتی سرشون خم میکردن طرف پایخشون نگاه کردن امکان دیدن ما را داشتن، یعنی میتونستن که ما را ببینن. نه که الله متعال چیز دیگر میخواست، خداوند پیامبرش را محافظت میکرد و نتونستن که ببیننش و مدت 3 روز در همینجا موندن و والله اعلم اگر اشتباه نکنم اسما با همینجا را طعامشون میآورد، با همینجا را طعامشون میآورد و همینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد 3 روز در همینجا بودن هجرتشون دوام دادن همینجا. خوب حکمت بھائی थोड़ा दूर रहो भाई, उधर उधर नहीं रुके हैं, साथ में चलेंगे, ऐसा बात करो भाई, ठीक है. خب بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم از همینجا دیگه هجرتشون دوام دادن. در شریعت حکم برآمدن همینجا چی است؟ اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، حتی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد فتح مکه و تابعین و حتی امامان چهارگانه از امام ابو حنیفه و مالک و امام شافعی و امام احمد رضی الله تعالی عنهم جمیعا یگان تاش بالای اینجا برآمدگی نیستن و یگان کس توصیه و امر به بالای انهمی که برآمدن کردگی نیستن. چون سفر عمره ما هم سیاحتی و هم زیارتی و هم عبادتی که هست، ما یک وقت داریم که بعد بامداد بیاییم در همین جا ببریم تماشا کنیم، مشاهده کنیم ان همون مکان‌هایی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. به خاطر چی؟ به خاطر درک کنیم که چی زحمت‌های محمد صلی الله علیه و سلم برای پهن کردن اسلام در روی عالم چی مهنت‌های کردگی است. خب و دیگر باره برای خودمون اثبات بکنیم که اگر چنده با وجود زیرکی که گفتیم مشرکا حتی درک کردن و فهمیدن که مدینه اون طرف شاید پیامبر اسلام این طرف اومده باشه، اومدن به همه جا را اومدن، نه که نتونستن ببینن. ما یک چیز دیگه بگیم هم احمقی مشرکا را ببینن که میدونسته که محمد صلی الله علیه و سلم بعضیش در قصه میگه که ما میدونستیم که محمد پیغمبر برخه، نه که این ناموس عربی ای طرف بودیم جنگ میکردیم. اگه اول فکر میکنیم که وقتی که میدونسته که محمد صلی الله علیه و سلم برخه این معلوم بود که به هر روز ما باید کشتن نمیتونستیم. همین خطا عذاب کشته بولو قبلا که جا برمده بگم خلق عذاب داده بود. نه که به هر حال ما در اینجا بگیم یگان رکعت نماز خوندن به خاطر بگیم یا که فکر کنه که به خاطر ثواب است در اینجا رکعت نماز خوندن محض عبادت ان همین موقع دا بگیم نه. اما کسی که بیاید مثلا بعد بامداد نماز اشراق، نماز سر افتار شده همینجا بخونه،
هیچ کار نمیکنه. در گذاشتن هر یک سجده در هر موقعی که نباشه الله تعالی اجر میده. اما فکر نکنه که گذاشتن سر در همین جا سجده کردن در همین موقع شرعاً است، یعنی حکم شرعی دارد. از این نیو فقط ما اینا میبرویم میم نماز اشراق مون انجام میخونیم. ما هم خیلی عهد کردیم برادرها که نماز اشراق در حرمین شریفین و بعد از این هم کسی که استطاعت داره هم نماز اشراق و هم نماز تهجد ان شاء الله میخونیم. همین میگم دیگه چی معلومات درباره همین همین خاص درباره جبل ثور نبرو اومدیم دیدیم الحمدلله. با استاد هم میفریم هممون در ماشین تاکسی با حرام روز حرام میریم پیشین میخونیم. بعد گاسی نیست بومه کسی غسل میکنه دیو همین یا دوام تیار کنیم. خب الحمد لله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. پروردگار مترحم میگیم تو ستایش میکنیم. پروردگار تو شایسته حمد و عبادت کردن هستی. پروردگار عبادات ما رو، پروردگار زیارات ما رو، پروردگار هر قدمونه ما رو در این حرمین شریفان پروردگار برای ما اجر بین و در نامه اعمال ما آن رو برای ما ثواب بین و در روز قیامت آن رو به دست راست بگیریم. پروردگار هر کسی که پروردگار به سوی خانه تو به سوی حرم تو پروردگار نماز خود رو میگذارد و امید دارد که روز پروردگار سجده‌اش را در خانه تو بگذارد. پروردگار هر کسی که این نیت را دارد پروردگار اون را بدین آرزویش. Хадж-оператор Булгартур предлагает каждому мусульманину совершить вместе хадж и умру. Подробности на нашем сайте www.bulgartour.ru. Булгартур. Приблизимся к Аллаху вместе. Хадж-оператор Булгартур предлагает каждому мусульманину совершить вместе хадж и умру. Подробности на нашем сайте www.bulgartour.ru. Булгартур. Приблизимся к Аллаху вместе. бародаро навор тамом нашидааст, давом дора. метавонед то охира тамошо кунед. агар сабр тоқат дошта бошед тамошо кунед, наворҳоро ба дигарро фиристонед, канали моро дастгирӣ кунед, яъне обуна шавед, то ки мо ҳам хеле наворҳоро бисёртар ва хубтар монем. اینا چوی زمزم ما تو داخلی چوی زمزم خراب نمیشه. اینا مرحمتی میشن خوری میشه. اینا چرا گفتم نه برای که صفویده اورجینال شود بوتلکر هم میگیریم خریدیم که آبی زمزم است. آبی هم نوشیدنی زمزم نیست. میگه بوتلکر هم میکشیم این آبش هم میپرتیم. آبی مایران آبش هم میپرتیم. انا چوی زمزم اینا دیگه چیزی که چوی زمزم این مستقیم دیگه ما چوی زمزم چوی زمزم اینا این تا بوتلکر رو پر میکنیم هم میکنیم تا پول میپر شود. دهنک اینا هم خیلی محکم میکنیم. دهنک آبی زمزم برای اینکه اورجینالی همه آدم بگید اثبات شود که برای ما بولوش یگون چی می نویسیم حرف و خطی چیزی که دیگه مثلا میگه که برای این برادر مزخرف کردگی دوداری کندیل شهر اوفا برادر برای فرزندش ما می نویسیم در خانه برای برادر ما یکی میگیم زکر فکر هستم خود میکنم و برای روی جان میبریم یا بخلاش کمینا در چی می نویسیم با فلاماستر خطی نوشته می نویسیم ای بالای نوشتگی فلاماستر سکوچ میزنیم. تنها همین چی همش می نویسیم هم بالا سکوچ میزنیم.
وقتی اسکوچ زدن اگر در جایی که اسکوچ که کنده اون نوشتگی رو میبرویم خودش علامت معلومه که سطح این یک بعد مستقیم انا ما بوتلکه را اینجا پر میکنم و دست خودم از دست خودم و دست همه آدم میرسونم انشاءالله معلومه که آب زمزم 100% به اضافه یگان چیز مستقیما از چای زمزم از مکة الله خدا